انقدر گرمه که احساس میکنم دارم به خالق گرما میپیوندم. تمام پوست دست و صورتم سوخته دایی. دیگه ما قرار بود تو گرما کرونا از بین بره، الان خودمون داریم از بین میریم. دایی به خاطر گرما دیروز رفتم داروخونه کرم ضد آفتاب بخرم. گفتم بهترین مارکشو بدین. گفت 200,000 تومن. رنگم پرید. گفتم بی کیفیت ترین مارکشو بده. گفت 62,000 تومن. دیگه احساس کردم ته معدم مثل ته جیبم داره چاک میخوره. بچی چخوا دایی؟ هیچی دایی. گفتم وازلین هنوز 3500. گفت آره. گفتم پس 2 تا بده. چشمت روز بعد نبینه دایی. وازلینو مالیدم به دست، صورتم دیدم تقلبیه. یعنی آب مقطر از اون چربیش بیشتره. خاندایی قسمت باحال قضیه اینجاست که خامنه ای اسم سالو جهش تولیدم گذاشته. دایی جون منظور ای سال جهش تولید فلاکت بوده دایی. به قول آقا جون مردشور خودشو اسم سالشو ببرن. اصلا ولش کن دایی. بخون ببینم خبرترین چی داری. اگه بخورم خاندایی، استراتژیک ترین راه حل عبور از بحران، روحانی گفت اگر مردم کولر آبی را روی دور کند بگذارن و درجه کولر گازی را به جای 20 روی 25 تنظیم کنن، ما می توانیم از تابستان امسال عبور کنیم. دایی لامصب شغلش عوض کرده. زرنگه. از کلید سازی خیر ندید زد تو کار کولر. دایی ببین راجع به درجه فر برقی چیزی نگفته. نه خاندایی، فقط روی تنظیم درجه باد کولر حساسیت نشون داده. دایی یعنی زیر ساخت نظامشون اونچنان به فسی بنده که مردم کولر رو بزنن رو دورتون ولی بقی دچار بحران میشه. دایی اینا که حس و جوش دوزار مصرف برق بعدمو میخورن، پس چرا همین تازگی صادرات برق مجانی به عراق رو 2 سال دیگه تمدید کردن؟ گامبی جان تو نگاه کن درجه کولر مردم رو با تفکیک گازی آبی مشخص میکنن، اما حد و اندازه‌ای برای اختلاس و چپاول ملت قائل نیستن. به این شیخ فری باید گفت یه جوری رنگ عوض کن که آفتاب پرست تو دادگاه حمایت از حیوانات به خاطر نقض قانون کپی رایت ازت شکایت نکنه. بریم دایی کولر رو بذاریم رو دورتون که هرچی اینا گفتن حتما باید معکوسش انجام بدیم. خاندایی